پدر و دختر در یک مغازه که نام راههای خوب داشت راه میرفتن و عبور میکرد اونجا و اثنای این راه و آنها لازم بود که از یک کوهباره یا از یک مغازه گذر کنند. پدر باشد و دخترش گفت دخترم دستم رو بگیر و تا اینکه نرفتی. دختر باشد گفت پدر جان من دست شما را نمیگیرم، شما دستی من رو بگیرید. پدر باشد گفت دخترم چی فرق دارد؟ در هر صورت ما از اینجا عبور میکنیم. دختر باشد گفت پدر جان اگر من دست شما رو بگیرم شاید که رها کنم، ولی که باور دارم که وقتی که شما دست ما رو میگیرید هرگز رها نخواهید کرد. این یعنی چی؟ دستی ما و دستی خداوند. هرگاه ما دست ما رو به سوی خدا دراز میکنیم ممکن است که گناه ها، معصیت ها و یا اینکه این راه ها ما رو گمراه نماید، ولی که هرگاهی که خداوند دستی ما رو بگیرد هرگز رها نخواهد کرد، زیرا قدرت او، رحمت او و مهربانی او بی‌نهایت بزرگ است.